أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و بینندگان کتاب القاعدة المکیه، یکایک شما را اولا با یکایک شما سلامی پر از مهر و محبت و دوستی به خاطر الله را رساندنی هستم و ثانیاً براتون گفتنی هستم که بنده از این کتاب درس برای شما پیشنهاد کردم. اولا یک 4 درس پیشنهاد کردم و درس را خواستم کوتاه کوتاه بکنم تا اینکه استفاده برنده بتواند استفاده ببرد. اما اون کوتاهی که حالا درس کرده استودیم هر یک صفحه رو یک درس اگر این طور کنیم 120 درس می شود این کتاب، یا از 120 درس هم زیاد می شود و انسان گوش کننده دا بسیار مشکل می آید که 120 درس گوش بکند. از این حساب بنده تصمیم گرفتم این کتاب را در 20 درس، چطوری که صاحب کتاب خودش درس 1 و 2 و 3 گفته قرار داده است، به مثل همون صاحب کتاب هر یک درس را بنده یک درس میکنم و دراز هم بشود، یعنی وقتش اگر دراز هم باشد مشکل ندارد. کسی که میخواهد عربی را یاد بگیرد پس صبر بکند و استفاده برد. کسی که نمیخواهد دیگر بهانه‌اش میشود که درس طولانی است و درس دراز است و دیگر گپورا که میگوید دیگر اون اختیار خودش ده هست. اما خود بنده انشاءالله چند اگر طولانی هم بشود هر یک درس همین کتاب ده که درس 1 2 3 20 درس است در همین کتاب، همون 20 درس هر یک درس یا درس کرده براتون پیشنهاد میکنیم. کسی که میخواهد استفاده برد مرحمت، به خاطر الله ما براتون پیشنهاد میکنیم. از شما چیزی نمیخواهیم بجز خواندن و استفاده بردنتون. هر چیزی که ما میخواهیم از الله میخواهیم، اجر و پاداش و ثواب و رازگی الله را میخواهیم. برای خاطر وقت خود را صرف میکنیم، برای شما درس پیشنهاد میکنیم. به هر صورت کتابی که پیشنهاد کرده استودیم قاعده المکیه هست. این کتاب رو در زیری ویدیو در یوتیوب انشالله میگذاره، میتونید که سلکش رو بدارید، از سلکش بگیرید کتاب پی دی افش رو و در تلفنتون در کامپیوترتون کسی که میتونه چاپ کند و استفادهش برد. و این هست القاعده المکیه. و خلاصه اینجا در بعضی چیزایی هست که برای ما مهم نیست درباره کتاب هست، اینا برای ما مهم نیست حالا، زیرا اینکه کسانی که این را استفاده میبرن حالا این حرفا را خوندن نمیتونن. خلاصه درس ما از اینجا شروع میشود. الدرس الاول، درس یکم، اسماء الحروف العربیه، اسم های حرف های عربی. اسم های حرف های عربی را در اینجا بیان میکند که هر یک حرف چی معنی دارد و چی اسم دارد. مثلا در اینجا میگه که الحروف، ببینید در اینجا میگه که الحروف، الحرف یعنی که حرف و توجیه که هم حرف می شود. در اینجا میگوید که اسمه، اسم یعنی که نام حرف، اسمه یعنی که نام حرف. در اینجا ببینید مثلا این الف هست و این در اینجا نوشته است که الف، نه الف همزه در بالش ا، لام کسره دارد، ف سکون دارد، الف. ببینید نامش نوشته است و کسی که حرف را خونده میتواند پس از پایان نامش خونده میتواند. و کسی که نمیتواند انشاءالله صبر کند در 20 درس، اگر 20 روز ده، اگر 1 ساعتی 1 نیم ساعتی تونه صرف کنید چمو در 20 روز قرآن خوان میشوید. قرآن خوانی یعنی که سفسطه نه، قرآن خوان جدی با قاعده شرعی، با قاعده تجویدی یا با قاعده به مثل عرب ها قرآن را میتواند درست بخواند انشاءالله اگر صبر کردید 20 درس 20 روز انشاءالله. اگر که الله تبارک و تعالی ما وقت بتید و مهلت بتید که این 20 درس پیشنهاد کرده توانیم برای شما. خلاصه در اینجا میگوید که الف، ب، ت، ث به نوک زبان گفته می شود، ث، جیم، ح به حلق گفته می شود، ح، خ، دال، ذال، را. و این ذال هم همچنین به نوک زبان گفته می شود، ذال. و را
و زا. زا آزاد چطوری که تاجیکی را زا میگیم و مثل همون زا. و سین. سین. شین. صاد آخرش د باشه، ت نه، سات نه، صاد. ضاد. ضاد. طا. طا. ظا. ظا. عین. عین به حلق گفته می شود، عین. غین. غین. ف. ف. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. ها. ها. اینها های آزاد است. در بالای های دیگه خوندیم اونها های حلقی است. این را ها های آزاد است، یعنی ها. ها نمیگویی را، ایرا ها بالاگیش باشه اگر او را ها نمیگویی، او را ها میگویی، یعنی که تلفظش را همچنین اهمیت بدید. این واو. واو. و یا. یا. و این طوره تای مربوطه میگه، یعنی که نمین هایی که آزاد گفتیم که های آزاد گفته میشود، همین در بالاش دو نقطه مونند میشود تای مربوطه. همین است، فقط در بالاش نقطه دارد. ایرا تای مربوطهش میگن. و این همزه هست. همزه هست. همزه از الف فرقیتش همین است که الف یگان حرکت قبول نمیکند. این الفی که حالا میبینید این یگان حرکت قبول نمیکند، یعنی که فتحه و کسره و ضمه، یعنی که زیر و زبر و پیش رو قبول نمیکند، لیکن این همزه قبول میکند. این همزه قبول میکند و برام خاطر الف در بالاش همزه مینویسن، بعد ا میخوننش، یا که الف در پایانش همزه مینویسن بعد ای میخوننش. ان شاء الله در درس آینده این چیزها را خواهید فهمید. و اینجا ده همچنین میاره، میگه که الامثله من القرآن، مثال ها از قرآن، مثال ها را از قرآن برای ما و شما میارد. یکم درجه میگه که المثال، ببینید درجه المثال، مثال از قرآن هست. و کسانی که قرآن را میخوانند، کسانی قرآن اگر داشته باشید بکشید، بعضی سوره در اولشون همین حرفا را پیدا میکنید و خواندنش بعضی ها نمیتوانند. برای خاطر در اینجا انشاءالله خواندن این قصد از این درس زبان عربی خواندن قرآن هست اولا، بعد کسانی که میخوان تعلیم زبان عربی بگیرن، چطوری که درس‌های زبان عربی هم رفته استوده است، و کسانی که میخوان تعلیم زبان عربی بگیرد، پس از این میتواند که قطعات در اون درس‌های حرف‌های عربی، در درس‌های زبان عربی، تعلیم زبان عربی اشتراک بکنن. و اجازه نطقش است. نطق یعنی که چطور تلفظ کردن. ببینید مثلا در اینجا صاد، همین صاد ما با چه تلفظ کنیم؟ در پایان استگی است که بگوش که صاد. صاد. ببین تا ربی تاها. تاها، همین تاها را ما چه تلفظش میکنیم؟ در پایان استگی است که تاها. تاها. و این ببین ح و میم هست، ح حلقی و میم، این چه تلفظش میکنیم؟ پایانش میگه که حمیم. حمیم. اینجا ببین سه حرف است، حرف تا و سین و میم، این چه تلفظش میکنیم؟ در پایان میگه که تا سین میم. تا سین میم، این تلفظش است. همچنین در اینجا قاف، در پایان ببینید قاف تلفظش طاسین. طاسین. اینجا الف لام میم، اینجا ببینید الف لام میم، این طریق تلفظش است، یعنی که در قرآن چیزی که دید به همین طریق باید تلفظش کنید. و بعدینش الف لام میم را، پایانش تلفظش نوشته است که الف لام میم را. الف لام میم را. و بعدش حرف نون. این نون چخلی که در بالا خوندیم مثل همون میگویش، نون طریق تلفظ نون، یعنی سوره قلم اولش بکشید همین طوری حرف نون هست. این چخلی تلفظ کردن در کورس نون، نه اینکه نام همو حرف میگیرید، یعنی هر حرف
همین حرفای حرفای مقطعش میگن. در قرآن که دید ناموی همون حرفا را خچه میگیرید. مثلا ببینید یا و سین است، پس ما میگید که یاسین. ببینید یاسین. در اینجا ببینید الف و لام را هست، الف لام را میگوید، یعنی که هر حرف نامی خچه میگیرید. الف لام را. اینجا الف لام میم صاد، پایانش داد تلفظش الف لام میم صاد. و در اینجا همچنین مثال آوردگی است که کاف ها یا عین صاد. ببینید هر حرف نامی خچه گرفته سیم، ایشا بهش جنگ نمی اندازیم، یعنی ایشا بهش همراه نمیکنیم، که یا عاصی نمیگیم شه، بلکه چی میگیم؟ کاف ها یا عین صاد. پایانش را ببینید کاف ها یا عین صاد. اینجا همچنین حمیم عین سین قاف، در پایانش تلفظش حمیم عین سین قاف. این بود مثال ها از قرآن، یعنی که مثال های قرآنی هسته. این را که یاد که گرفتید شما در قرآن که در آمدید دیگر اولای سوره در بسیار این چیزها میآید، حرف مقطع میگن این را در اول قرآن که میاد دیگه شما خودتون میخونینشه، دیگه احتیاج به از کسی پرسیدن ندارید. پس در اینجا تدریبات میآید. تدریبات یعنی که مشق، همین چیزایی که در بالا خوندیم اینها را مشق میکنید. میگه اقرا اسماء الحروف الاتیه، بخوان نام های حرف های می اومدگی را. در پایین ببینید حرفا را ببینید، هر حرفی که میبینید اینها را میگن نامش بگو. مثلا این چی بود؟ همزه بود و اینش الف بود و این ها، یعنی همینطور گفته رفتن میگیرید. و اینش حرف عین و اینش حرف ح، باید به حلق گفته شود. و بعد از این حرف غین، غین. و بعد این حرف خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، ضاد، لام، لام، نون، را، تا، 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 تنه، ت یا تا در بعد از این میوید. ببینید دال و اینش ت. این تا است. تا همین تایی که در تاجیکی میگیم همین خیل، لیکن این ت نیست. تا 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 تا. و این تای مربوطه، تای مربوطه. و این صاد، صاد. سین، زا یا زای، زا هم بگه میشود، زای هم بگه میشود. زا، ضا، ضا، ضا. زال، ذال با نوک زبان، ذال. ثا، ثا اینم با نوک زبان است. ثا، ثا. فا، فا. واو، با، میم. این بود حرفو. این حرف را شما خودتون دیگه تکرار کنید. و بعدش میگه اقرا الحروف المقطعه الاتیه، بخوان حرفای مقطعی که میآید. چطور گفتم که این حرفا را در زبان عربی که در قرآن میاد حرفای مقطعش میگن. نام همین حرفا حرفای مقطعه. ببینید اینجا الف لام میم، را بخونید تکرار کنید تو اینکه در قرآن که اومد ببینید بشناسید. بعدش الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد. ببینید هر حرف نامی خیچه بگیرید. کاف ها یا عین صاد، طه، طاسیم میم، طاسین، یاسین. ببینید یا قطع سین است، میگم یا بعد میگم سین، یاسین. صاد،
سات نه، کوشش کنید آخرش دال باشد. ت خطا است. صاد. حمیم. حمیم عین سین قاف. قاف نون و مثل همین دیگر خطان تکرارش کنید. پس میگوید که اقرا اسماء الحروف الاتیتی، بخوان نام های حرف های می آمدگی را. در اینجا حرف ها میاد دیگر خودت بخوان. مثلا ب، بعدش ت، ث، بعد ف. اینجا در حرف ها را بدون ترتیب میارد تا اینکه حرف ها را شناخته میتوانی یا نه. اگر که شناخته که بتوانی پس میگوید، که اگر از یاد کردگی باشی بعد میگی الف با ت ث جیم ح گفته رفتن میگیری دیگه نمیدونی که چی گفته است. به مثل همون کوره که به عصا هست هر جایی که خواست رفتن میگیرد، به مثل همون میشه. برای خاطر حرفا را بشناسید، یعنی بنویسید، بفهمید که فرقیت بینشون در چی است. ب، ت، ث، ف، کاف، ه. همین نامی که میگم اینا چقدر اهمیته. به خاطر چی ما کاف ها مثلا گفته است؟ به خاطر اینکه در قرآن خوانی آسان شود. حرفا را که در حرفای مقطع قرآن را که دیدید دیگر میدونید که چی نامش است، نامش گرفته میتونید. میم، الف، کاف، لام، عین به حلق، عین، غین، غین، خا، خا، جیم، ح به حلق، ح، قاف، قاف، نون، لام، صاد، صاد، سین، سین، شین، شین، ضاد، ضاد، زاد نه ز نه ز، ضاد با پوری دهان، ضاد، ضاد، یا، یا، قاف، قاف، ف، ف. ببینید قاف قطیفا تقریبا هر دش یک است، لیکن فرقت در چی است؟ قاف در بالای 2 نقطه دارد و ف در بالایش 1 نقطه دارد. با خانه هاشون هم فرق میکند. خانه قاف مایده ترک است، خانه فا کم تا بگیم کشیدگی درازتر هست. به هر صورت که در بین بیاد اگر یک هستند، فقط قاف 2 نقطه دارد، ف 1 نقطه دارد. واو، واو، ضاد، 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 صاد، صاد، صاد س قطینه، صاد، صاد، طا، 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 ظا، 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 ذل، ذل بنوک زبان، ذل، دل، دل، را، را، زا، زا. یا میشه بگیم زای، زای. اردش درست است. پس این بود حرفا و اینجا درس دوم شروع می شود و تا اینجا درس یکم هست و کسانی که میخوان زبان عربی را بیاموزند و تعلیم بگیرن پس این درس است. اگر درستتر هم شده باشد مجبور هستیم، زیرا اینکه درس را عدد درازی بد نکنیم، بلکه در 20 درس به عون و یاردم الله تبارک و تعالی کتاب را بود میکنیم و کسانی که میخوان زبان عربی را یاد بگیرن در 20 روز زبان عربی را به عون و یاردم الله تبارک و تعالی یاد میگیرن. اگر که این درس را پیگیری کنند و بنویسند و بخونند و کوشش بکنند در بین 20 روز قرآن خوان میشوند، دیگه قرآن را خودشون به دستشون میگیرد و کلام الله تبارک و تعالی را میخوانند و راحت میکنند و اجر و پاداش زیاد را به فضل الله به دست خواهند آورد. این بود درس امروزه ما و شما و این درس یکم را در اینجا به پایان میرسانیم تا درس دوم یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.